عزیزانی که یبوست دارند و میخوان که پاکسازی دستگاه گوارش صورت بگیره این کلیپ رو تا آخر ببینن. قبل از آموزش ممنون میشیم که این ویدیو ما رو لایک کنید که به ما دلگرمی بدید در ساخت ویدیوهای بیشتر و صفحه ما رو دنبال کنید که آموزش‌های کاربردی ما رو از دست ندید. بعضی اوقات اتفاق میفته برای بعضی از عزیزان که یبوست میگیرن و در طولانی مدت باعث میشه که اگزما یا بیماری‌های پوستی ایجاد بشه یا باعث تیرگی پوست یا حتی لک صورت هم اتفاق بیفته. اگر میخواید که دستگاه گوارشتون پاکسازی بشه و کار کنه چند تا میوه بهتون معرفی میکنم که با اینا بتونید دستگاه گوارشتون رو پاکسازی کنید. یا طالبی یا گرمک، هر کدوم که بود، لازم نیست که شیرین باشه. خوب این رو آب تراشش میکنید و به میزان 2 قاشق غذاخوری سرخالی بهش شکر اضافه میکنید و مجدد خوب آب تراشش میکنید و میسایین. کافی این ترکیب رو هفته 1 بار استفاده کنید. با استفاده از این ترکیب تمام دستگاه گوارشتون کار میکنه. راه دیگه که وجود داره، اگر طالبی نبود یا گرمک نبود، از گلابی هم میتونید استفاده کنید. گلابی رو رنده میکنید. در ابتدا زمانی که رنده شد 1 قاشق غذاخوری شکر بهش اضافه میکنید. یادتون باشه که حتما باید بهشون شکر اضافه بشه. هفته 1 بار از این ترکیب رو میتونید استفاده بکنید. با ترکیب اولی یا دومی شکم شما 2 یا 3 بار کار میکنه و تمام دستگاه گوارش شما پاکسازی میشه. فقط عزیزانی که بیماری قند دارن از این ترکیب نمیتونن استفاده کنن. اگر این ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم که کلمه خدا قوت رو برای ما کامنت بکنید تا باز هم از این آموزش‌های مفید و کاربردی تو صفحمون براتون بذاریم. مرسی.